این نباید بپریم بر این از اینجا ما رفتیم داخل دیگه، رفتیم که برسیم به این داداشیمون. این جاگل بوتی هستش که نمیخوامش. این سمتش هم بود دیگه، ما این سمت نیومدیم. می‌بینیم که داریم همینجوری میریم پایین و پایین‌تر و این پایین قراره چه اتفاقی بیفته جلوتر می‌بریم مثلا یک مسیر همش لوس داره بچه‌ها. لوتا رو من نمی‌خوام. لوت خاصی هم نیستش که بگم می‌خوام. فکر کنم تو پریدم. نه خوب پریدم. خب اینجا این داداشمون رو می‌بینیم که میخواد ما رو بگیره و ما هیچ مقاومتی نمی‌کنیم و داداش بیاد بگیر منو. لطفاً. لایک. منو میگیره و این به این شک سربازان نگاه کنید. اینا سربازای رباتیک ولکان منورن و سربازای رایکارت حساب میشن و ما رو میگیره و میکشه. واو. ولکان منو ما رو ترپ کرد و تلپورتمون کرد یک جای دیگه. می‌بینید دیگه ما الان وسط خود ولکان منور هستیم و هیچ کار دیگه هم نمی‌تونیم بکنیم. بریم مستقیم به همون سمت. با این دوستای عزیزمون هم درگیری ایجاد نمی‌کنیم و اون درگیری نداریم با شما. چه حداقلش آرمورمو درست می‌بستم. بچه این آرموری هم که تنمه بجز هدش هد ندارم دیگه، هلمت ندارم. آرمور مالنیاس خواستم پوز بدم که آره من مالنیا رو زدم. آی اینور یه مسیری رو اینور نیومدم. این مسیر جدیده نور بده کاکو. آی چه جامسکری شدم. اینجا کجاست؟ چی میگن؟ آجی باس داریم اینجا. آره یه هالوژن تور میده که اوه دهنتون و سرویس. میمیک جرشون بده میمیک. خب راجب ولکان منور یه ذره گفته بود. آره ویژگی که داره اینه که بوی گوشت سوخته میده. این دیگه زیر خود ولکان منور هم بودش. این از این